کوم چې په خپلې پرانیستونکې وینا سره د نننۍ غونډې رسمي پرانیسته وکړي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو محترم وزیر جناب مولوي امیر خان متقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رؤساء محترم مراکز مطالعات و اتاقهای فکر کشورهای آسیای مرکزی به شمول جمهوری آذربایجان و هیئت‌های همراه، مهمانان و اشتراک کنندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روز همه شما بخیر. باعث افتخار و خرسندی فراوان است که امروز نخستین نشستی مراکز مطالعات استراتژیک و اتاقهای فکر افغانستان و آسیای مرکزی به شمول جمهوری آذربایجان تحت عنوان نقش استراتژیکی اتاقهای فکر در گسترش همکاری منطقه‌ای در شهر زیبای کابل برگزار می‌گردد. حضور همه شما را صمیمانه خوش آمد می‌گویم. امیدواریم این نشست که به ابتکار مرکز مطالعات استراتژیکی وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان و به اشتراک رؤسا و هیئت‌های محترم مراکز مطالعات و اتاقهای فکر کشورهای ترکمنستان، جمهوری ازبکستان، جمهوری قزاقستان، جمهوری تاجیکستان، جمهوری قرقیزستان و جمهوری آذربایجان برگزار شده است بتواند در شناسایی و تقویت زمینه‌های همکاری علمی، تحقیقی و فکری مشترک میان نهادهای مطالعاتی منطقه و ارائه طرح‌های و پیشنهادات سازنده و عملی به تصمیم گیرندگان دولتی ممد واقع گردند. حضار محترم، با توجه به تحولات و چالش‌های موجود در ساختار جهانی، نظم بین المللی کنونی در مقطع حساسی از تاریخی قرار گرفته است، مقطعی که از یک سو توهمات مختلف و روایت‌های متناقض شکل گرفته است و از سوی دیگر شاهد تلاش‌ها برای همکاری جمعی و چند جانبه گرایی هستیم. در این میانه الحمدلله روابط میان افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی به شمول آذربایجان بر اساس روایت عملگرایانه، فرصت محور و همکاری محور نیست، به هر زمان دیگر تقویت و گسترش یافته است. بر اساس روایت عملگرایانه، فرصت محور و همکاری محور نسبت به هر زمان دیگر تقویت و گسترش یافته است. ما امروز نه صرفاً به عنوان نمایندگان کشورها بلکه به عنوان اندیشمندان و مدیران فکری یک جغرافیای مشترک گرد هم آمده ایم تا روابط میان کشورهای منطقه به خصوص مناسبات میان امارت اسلامی افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی از سطح تعاملات و همکاری‌های فعلی به مرحله از همگرایی عمیق و پایدار ارتقا یابد. بدون شک برای اتخاذ تصمیم‌گیری‌های مؤثرتر و سازنده‌تر و ایجاد روایت‌های بومی برای منطقه و آینده مشترکمان نیاز است تا متخصصان و محققان نهادهای مطالعاتی و فکری نقشه راه عملی و جامع را برای آینده همکاری‌های مشترکمان در حوزه‌های مختلف تدوین نمایند و این کار همکاری میان اتاقهای فکر و مراکز مطالعاتی منطقه‌ای را نه تنها انتخاب بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر می سازد. متخصصین گرامی، چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو ضرورت تحقیق و همکاری میان نهادهای علمی و تحقیقی منطقه را بیش از پیش اشکار می سازد و می خواهیم به چند نمونه از این چالش‌ها به صورت مختصر اشاره نماییم. نخست چالش‌های محیط زیستی
و تغییرات منطقه ما با بحران‌های چون تغییرات اقلیمی، کم آبی، آلودگی هوا و سایر مشکلات محیط زیستی مشترک مواجه است. این تهدیدها مرزهای سیاسی را نمیشناسند و مراکز تحقیقاتی باید با تولید معلومات دقیق و تحلیل‌های علمی راه حل‌های مشترکی را برای مدیریت این بحران‌ها در اختیار دولت‌ها قرار دهند. دوم، نگرانی‌های امنیتی و منازعه‌های منطقه‌ای. جنگ‌ها و منازعه‌های جاری در محیط مشترک منطقه‌ای تغییرات شدیدی را در زنجیره اقتصاد، رفت و آمدها و تامین امنیت غذایی و انرژی به همراه داشته است. در چنین شرایطی مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی صرفاً نهادهای اکادمیک نیستند، بلکه می توانند به عنوان همکاران فکری و محرک دیپلماسی منطقه‌ای راهکارهای علمی و عملی برای مدیریت این تعارضات و تقویت همگرایی منطقه‌ای ارائه نمایند. سوم، فرصت‌های اقتصادی و ترانزیتی. افغانستان به عنوان پل ارتباطی طبیعی میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی ظرفیت بزرگی برای اتصال منطقه‌ای دارد و نیاز است تا پروژه‌های چون کاسا 1000، تاپ، راه لاجورد، پروژه خط آهن افغان ترانس و سایر مسیرهای ترانزیتی و پروژه‌های مشترک منطقه‌ای با مطالعات دقیق اقتصادی، آینده‌نگر و ارزیابی‌های تحقیقی حمایت شوند. مراکز مطالعاتی باید منافع مشترک این پروژه‌ها را روشن سازند تا اعتماد متقابل میان کشورها تقویت گردد. چهارم، ضرورت روایت سازی بومی. فرصت‌ها، چالش‌ها و آینده مشترکمان ضرورت به روایت سازی‌های بومی و داخلی دارد و امروز نسبت به هر زمان دیگر نیاز است تا محققان افغانستان و آسیای مرکزی خود روایتگر واقعیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های منطقه باشند. این هدف تنها از طریق ایجاد همکاری‌های منسجم تحقیقاتی و تبادل مداوم نتایج علمی تحقق خواهد یافت. مهمانان گرامی، هرچند برگزاری موفقانه نخستین نشست گفتگوی مشورتی افغانستان و آسیای مرکزی مورخ 5 اپریل 2026 در شهر کابل چارچوب سیاسی مهمی را برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای فراهم ساخته است، اما نیاز به ایجاد یک مکانیزم تخصصی و تحقیق محور نیز احساس می شود تا تعهدات و توافقات سیاسی را به پیشنهادهای عملی و اجرایی تبدیل نموده و روند همکاری‌های منطقه‌ای را فراتر از سطح گفتگوهای مشورتی تداوم بخشد. هدف اساسی نشست امروز آن است تا بستری برای گفتگوهای تحلیلی، تبادل دیدگاه‌های تخصصی و ارائه راهکارهای پالیسی محور در خصوص مهمترین موضوعات برای آینده همکاری‌های منطقه‌ای بین افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی فراهم سازد. این نشست در پی تحقق اهداف ذیل می باشد: افزایش و تقویت درک متقابل میان امارت اسلامی افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی به شمول آذربایجان، بررسی و تدوین پیشنهادهای تحقیق محور برای عملی ساختن تعهدات و توافقات حاصل شده نخستین گفتگوی مشورتی افغانستان و آسیای مرکزی، آگاهی و شناخت عمیق از روندها و تحولات سیاسی، اقتصادی و امنیتی منطقه و ارزیابی تاثیرات آن بر افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی. شناسایی و بررسی مکانیزم‌های نوین همکاری در عرصه‌های اتصال منطقه‌ای
توسعه اقتصادی، ترانزیت، تجارت، سرمایه گذاری، تبادلات فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی. تقویت همکاری‌های علمی و تحقیقی از طریق این فرم علمی و فکری میان مراکز مطالعات استراتژیک و طاقه‌های فکری و تحقیقاتی کشورهای منطقه و فراهمسازی زمینه تولید دانش بومی و ارائه روایت منطقه‌ای از فرصتها، چالشها و آینده همکاری‌های مشترک با اتکا به ظرفیت‌های علمی و فکری کشورهای منطقه. متخصصین و صاحب نظران گرامی، در پایان مایلم تاکید نمایم که همکاری علمی و تحقیقی پایدارترین، کم هزینه ترین و مؤثرترین شکل دیپلماسی میان ملت‌ها و کشورها است. تجربه جهانی نشان داده است که بسیاری از ابتکارات بزرگ سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای نخست در مجالس علمی و اتاقهای فکر شکل گرفته و سپس به سیاست‌های رسمی دولت‌ها تبدیل شده اند. امروز مسئولیت تاریخی ما آن است که با ایجاد چارچوب‌های پایدار همکاری، برگزاری نشست‌های منظم و نوبتی، تعریف برنامه‌های تحقیقاتی مشترک، تبادل معلومات، انتشار آثار علمی مشترک و گسترش ارتباطات میان نهادهای مطالعاتی، بنیادهای فکری لازم را برای تصمیم‌گیری‌های بزرگ سیاسی و اقتصادی در منطقه فراهم سازیم. افغانستان با داشتن مشترکات عمیق دینی، تمدنی، جغرافیایی و آینده مشترک به شمول فرصت‌های اقتصادی با آسیای مرکزی باورمند است که آینده با ثبات، مرفه و امن برای همه کشورهای منطقه تنها از مسیر همکاری، اعتماد متقابل، اتصال منطقه‌ای و درک مشترک از منافع جمعی تحقق خواهد یافت. دستان محققان و اندیشمندان افغانستان برای همکاری علمی به سوی محققان سایر کشورها، به خصوص کشورهای آسیای مرکزی به شمول جمهوری آذربایجان دراز است. امیدوارم این نشست سرآغاز